بچه آماده ای؟ تفنگاتون رو پر کردی؟ به حسابش میرسم با شمارش من 3 2 1. آها که واسه کلاسای آنلاین ها؟ بشین! اگه پشت گوشتو دیدی این گوشی هم میبینی دختر خاموشش کن بشین بابا ببخش تحویل بگیر آذر خانم بدش بابا غلط کرد بدش میخوام قول شهرزاد بدش به من خوابم نمیبرد بابا خب چی کار میکرد؟ قول میدم بخواب بابا آخرین بار کافیه شهرزاد جمع کن برو بخواب بس دیگه یه لحظه گوش کن یه لحظه بگو بابا بگو میخوام فردا اینو خاموش کن بگو بابا میخوام فردا ساعتشو بذارم بیدارم کنه برم مدرسه خودم بیدارت میکنم بخواب اصلا فردا جمعه است بابا من فردا میخوام برم سر کار خوبه بیدارت میکنم من مدرسه ندارم شهرزاد کافیه دیگه برو بخواب بابا نیمه شبم آرامش ندارم از دست اینا لعنت به من فرما آذر خانم تحویل بگی میام گوشیمو میبرم گوشی میدی دست دختر اگه نبردم اسمم شهرزاد گوشی میدی دست دختر من چی کار کنم از دست شما ها من چی کار کنم آذر وای هیچی نگو قرصه بده من از بیکاری بده لیوان آبم بهم بده وای آذر تا 1 ماه گوشی دست این دختر موند بهت گفته باشم ثریا خانومم حقی بیاد تو خونه نداره آذر بهت میگم گوش کن آذر ای خدا دختر بزرگ کردم بده من این پتو بده من سرم درد میکنه یکم برو بندر بچه میشنوه ساکت
چی بود آذر؟ کی اونجاست؟ دختر تویی؟ شهرزاد! آذر صد دفعه گفتم این در رو ببند. گفتم نیمه شب وایسا سر جات وایسا. نیا ای خدا تو این خونه چی خبره؟ من چی کار کنم؟